قبول نیست، مال من آرت نداره، مال تو داره. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک. سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون هر کجایی که دارید این ویدیو رو میبینید عالی عالی باشه. امروز تو این ولاگ با دوچرخه سواری توی شهر زیبای شیراز، اونم وسط پاییز، اومدیم که در مورد یه سری قوانین ها و قانون‌های جهان هستی که به من کمک کرد توی مسیر موفقیت قرار بگیرم و زندگیم رو عوض کنم معرفی کنم، توضیح بدم و بیشتر در مورد این مسیر جذاب زندگی با هم صحبت کنیم تا بتونیم خواسته ها رو رقم بزنیم. با من همراه باشید. تقریباً 4 سال زمان برد از روز اولی که من با این قوانین آشنا شدم تا اینکه کاملتر درکش کردم و بهتر درکش کردم و ازش تونستم استفاده کنم و بعد از 4 سال انقدر نتایج مالی، انقدر اتفاقات خفن رخ داد که شاید یه بخش کوچولویش رو دیدید. سفرهایی که با هم رفتیم، نمیدونم اتفاقاتی که افتاد و هدفی که من داشتم برای ساختن این کانال یوتیوب این بود: یکی این که با هم دیگه جهان رو بگردیم، تفریح کنیم، بگردیم، با هم زندگی کنیم، و دومین هدفی هم که داشتم این بود که قوانین جهان هستی رو بهتر درک کنیم، چون توی گوشه و کناره ها با اتفاقاتی که برامون میفته کلی شواهد هست از اینکه این قوانین چی هستن و چقدر دقیق دارن عمل میکنن و چقدر مو به مو توی زندگی ما اثر دارن. خیلی مهمه که وصل بشیم به این قوانین و اتفاقات رو جوری رقم بزنیم که مهم نیست تو چه شرایطی باشید، مهم نیست عموتون داره میگه باید از خونه من بلند شید، مهم نیست که در چه شرایطی باشید، فقط با استفاده از این قوانین، با استفاده از اون قدرتی که شماها، همه ماها، همه انسان‌ها دارن، با اون قدرته زندگیتو خلق کنی. و من یادم از موقعی که این اتفاق افتاد و اون تماس تصویری که من با عموم داشتم تا زمانی که رفتیم خونه جدیدمون که یکی از بهترین نقاط شهر شیراز بود، تنها 2 ماه زمان برد و توی این 2 ماه به صورت کاملا معجزه آسا اتفاقات رقم خورد و من هزاران هزار تا از این داستانا دارم که چجوری با این قوانین تونستم این اتفاقات خفن رو رقم بزنم. باید بگم با شناخت این قوانین واقعا زندگیتون عوض میشه و شرایط انقدر تغییر میکنه که هیچ ارتباطی به گذشته‌تون نخواهد داشت. قبول نیست، مال من آرت نداره، مال تو داره. درسته، این آرت نداره. آخه این درسته خدایی چی بگی آدم. برنامه‌مون تو کانال چیه؟ برنامه‌مون اینه که تو کانال من توی هر سری از ویدیوها یک بخشی از این قوانین رو بهتون معرفی کنم که چجوری میتونید خیلی راحت هر جوری که دوست دارید زندگیتون رو رقم بزنید و اون شکلی که شما میخواید زندگیتون رقم بخوره. ممکنه این قوانین برخلاف اون چیزی باشه که شما قبلا از قبل بهتون یاد دادن و چیزایی که توی تلویزیون، رادیو، نمیدونم خانواده، مدرسه باورش کردیم و فکر کردیم زندگی اونجوریه، ولی در واقع این قوانین یک شکل دیگه‌ای هستن و کسایی که ازش بدونن یه زندگی بی‌نظیر خفن برای خودشون خلق میکنن. گیر کردم. من با این قوانین هر چیزی که میخواستم رو، یعنی یه دفترچه دارم که تمام تارگت ها و هدفام اونجا نوشتم، همش رو تیک زدم
و الان تارگت های جدیدی رو دارم که بهتونم میگم و اگه دوست داشتید تو این تارگت ها و تیک زدنشون با من همراه باشید که قطعا سابسکرایب میکنید با من هستید و ادامه این مسیر جذاب و دیدنی رو و با چالش های فراوانش البته مثل همون ویدیو سیلی که گذاشتیم همراه من هستید. خلاصه تارگت اولم اینه که کل ایران رو بگردم که تو سال 1404 باید این رقم بخوره. تارگت دومم اینه که به کل دنیا سفر کنم و اونها رو بگردم و همه این سفرها رو ولاگ بگیرم با شما به اشتراک بگذارم و خب اتفاقات خیلی خفنی رو با هم شاهد باشیم و رقم بخوره. خلاصه که بگم بهتون تو این کاناله قراره با هم دیگه کلی از این قوانین بشناسیم، بفهمیم چیان و در کنار اون هم توی این مسیر لذت ببریم و کیف کنیم با هم. توی ادامه میریم با هم دیگه در مورد همین قوانین صحبت میکنیم. این یه ویدیو معرفی اجمالی از این بود که من هم زندگیم در یه شرایط خیلی سخت بود، جوری که حتی وقتی میرفتم کافی شاپ با دوستام آب معدنی سفارش میدادم که نخوام هزینه زیادتری پرداخت کنم چون پول نداشتم. یادمه یه زمانی از حالا اونایی که شیرازن میدونن دیگه، از حافظیه تا خونمون که فرهنگیان بود، شهرک فرهنگیان، پیاده رفتم به خاطر که پول اسنپ نداشتم و نمیدونم مثلا چرا این اتفاق افتاد، ولی خب نداشتم دیگه. از اونجا بلند شدم پیاده اومدم خونمون و خیلی خیلی سخت بود، ولی وقتی قانونا رو فهمیدم و درکشون کردم انقدر زندگی آسون شد، انقدر راحت شد که فقط فکر میکنم و اون زندگی که میخوام رو خلق میکنم و با هم این قوانین رو بیشتر درکش میکنیم، بیشتر میریم تو دلش و کشفش میکنیم و عاشقتونم دیگه. این هم یه ولاگ باحال از دوچرخه سواری. اینجا هم نزدیک به هتل چمرانه، اون هتل چمرانه و اینکه پشت هتل چمران شیرازه یه پیست دوچرخه سواری خیلی باحالیه. اگه اومدید شیراز میتونید دوست داشتید دوچرخه سواری کنید اینجا هم بیاید. از کوچه 46 نه 28 26 نمیدونم، حالا یه دونه از این کوچه میاد داخلش رو میرسی اینجا. عاشقتونم. خداحافظ.